با عرض سلام و درود به همگی. یک وظیفه است و یک کار است در شهر دوبای که بسیار هم کار خوب است. این کار در کمپانی کوبلستون انرژی، این کمپانی در دوبای هسته. عقدی دائمی میکنن قطعیت، یعنی که تو ابد قطعشون کار میکنی. انا سالانه 60,000 دلار میتونید، 60,000 دلار میتونید و علاوه بر این پولی اقامت در دوبای در اختیار در سرپرستی اونها و ویزا و سقورتایی که میکنند، سقورتای طبی همگی در اختیاری همونا میشود، یعنی با عهده اونها میگیرن میغلطه. انا در این وظیفه چی وظیفه است؟ این وظیفه جونیور تریدر میگه، یعنی که تاجر جوان باید باشی. انا با توجیهش میکنه میبینی مثلا سعودور ایجا اصلا سعودوگر جوان دوبای ایالات امارات متحده عرب. انا در اینجا میگه که نوع شغل پرا وقت و دائمی، مزد ابتدایی دلاری ایالات متحده آمریکایی 60,000 دلار در یک سال پلس مکافات پولی در اساس ثمرانکی 0%، یعنی که یکم ذره نالوگش نمیبندند. در این 60,000 دلاری که میتن محیط انداز، یعنی که نالوگ بندی نیسته. جایگاه کاری دوبای امارات متحده عرب، ما سرپرستی روادید و کمک کوچانیدن رو پیشنهاد میکنیم، یعنی که تا ابد قطعی نو کار خواهیم کرد و تمام رصدخوداتون در عهدهشون میگیرن و اگر شخصی اویله‌دار باشید میتونی که در این کمپانی تقدیم کنی و خود اویلت قطعی از زندگی بهتره در دوبای بسازی. آرزوی موفقیت دارم. کسایی که میخوان تقدیم کنن انا پایان میفرویند همینجا دربارش میخونن، نام و تلفن و فایل تمام چیزای داشتهشه پر میکنن، روان میکنن. انا کسایی که در تقدیم کردن و میخوان تقدیم بکنن چیکار کنن؟ انا همین سایت بدروین و موفقیت به همگی.